کتاب باغ شفتالو رو به ما پیشنهاد دادن تا ما نشست نقد و بررسیشو برگزار بکنیم. این کتاب نوشته آقای شاه منصور شاه میرزا هستش که نشر سالس همون رو منتشر کرده. باغ شفتالو در واقع اولین کتاب داستان‌های بنده است و حتما آن دوستا با من راهنمایی میکنند که در مرحله بعدی چه کارهایی را اصلاح انجام بدهم، چه اشتباهاتی دارم، چون معلوم است که نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول. این کتاب حتما پر از اشتباهات است، ولی اینها در واقع من وقتی که این کتاب می نویسم اینا رو با یک جورهای قلم رو با در همون دل خیس میکردم بعد می نوشتم. همینطوری هیچ بدون احساس نمی نوشتم. اینا 50% خاطرات خودی بنده هستن. کتاب باغ شفتالو در مجموع 4 داستان بسیار راحت، شیرین، با زبان بسیار ملایم و دوست داشتنی نوشته شده. یه جوری که قشنگ به مخاطبش میگه بیا دست من رو بگیر، من تو رو به تاجیکستان میبرم، به یک خانواده معمولی، یک پدر بزرگ و مادر بزرگ تاجیک که خیلی مهربونن، طبیعت، حیوانات، یه پیوند عمیقی هست بین داستانها و عناصر طبیعی، حیوانات مخصوصا، درخت، حتی صداهای زمزمه هایی که توی جنگل توسط پرنده ها اینا شنیده میشه تو کتاب ها بسیار جان داره و آدم قشنگ خودش رو در موقعیت حس میکنه. و خب همین من احساس میکنم آگاهانه این اتفاق افتاده و مؤلف نخواسته در گام اول ما رو با یک کتاب سختخوان فرمی که عجیب غریبی مواجه بکنه که ما بگیم وای چقدر سخت مثلا، و حالا در میان این کتابی که انقدر فرمی و پیچیده و سخت نوشته شده در هر صفحه حداقل 4-5 تا هم لغت هست که برای فهمیدن فهم معناش باید به پانوشت مراجعه کنیم و خب اینا اگه با هم تجمیع میشد به مراتب خوندن و کنار اومدن با کتاب رو دشوارتر میکرد. من فکر میکنم این یه مقدار فکر شده بوده، این سادگی و شیرینی داستانها، اینکه قرار نبوده یه سری داستانهای سخت به قول چیز مال نزدیک به ادبیات امروز روسیه که در نزدیک میشه به ادبیات پسا مدرن مثلا ما از این کتاب بخونیم. عنوان صحبت من هست زندگی با طبیعت، سیری در مجموعه داستان باغ شفتالو. دریچه ورود من برای سیری در این کتاب صفحه تقدیم کتابه، جایی که نویسنده خواننده رو با این عبارات به دنیای کتاب خودش راهنمایی میکنه: تقدیم به پدرم که مهر سخن و عشق نوشتن را در دلم کاشت.